کارگردان مثل این که به این میگه که بگو سگم مرده که الکی ذره واسه خود ترحم بخری. بالاخره تو قسمت 26 مشخص شد سیاوش واقعا به صورت ترانه زده. زد تو صورتم. اما تناز شب قبلش گفت وقتی مجری برنامه هم میگه ایشون روانی شما اومدین تحلیلای چرت و پرت میکنین درباره سیاوش. الان که اون صحنه رو کامل دیدم حمایت بچه‌ها از سیاوش و حمله تند به ترانه رو نمیتونم درک کنم. تناز در ادامه گفت واقعا اگر انسان دوستید و زن و مرد براتون مهمه با منطق درباره سیاوش و هر کسی دیگه صحبت کنید. به ما گفتن تو ویلا دور همید عشقتون رو پیدا میکنید، نگفتن یه آدم از تیمارستان فرار کرده. اونجا بهش پناه دادن که تا اومد کارگردان تو بلندگو گفت شیطان اومد. فقط دوست دارم صبر کنیم ببینیم چی کار میکنه. فقط بی احترامی نمیکنم، اصلا فوش نمیدم، از یه روش دیگه وارد میشم. به نظر من که تناز جان منطق میگه ترانه هر چقدر آدم بدی بود سیاوش حق نداشت روش دست بلند کنه و باید با حرف زدن مسئله رو حل میکرد. درستی که تو اون ویلا فشار روانی زیادی روی بچه‌ها بود اما هیچ چیزی برخورد فیزیکی رو توجیه نمیکنه. استوری بی‌طرفانه و قشنگ امیرحسین این بود که هر چی که شد یا داره اتفاق میفته یادمون نره روزای خوب و خاطرات خوبی هم داشتیم. اما بچه‌ها مثل امیرحسین حرمت روزای خوب رو نگه نداشتن و هر کسی به نوبه خودش نظر داد و افشاگری کرد. مخصوصا سفدا که بیشتر از همه ریاکشن نشون داد و حمله تندی به ترانه داشت. اگه یادتون باشه تو ویدیو قبل گفتم که سفدا گفت سگ ترانه اصلا نمرده بوده و برای جلب توجه و ترحم گفته بوده سگم مرده. اما ترانه تو لایو مشترکی که با سیمین پورمهر داشت این موضوع رو تکذیب کرد و گفت مثلا قسمتی که سگم مرد یا مثلا قسمتی که گریه کردم که کشیده بودن اون نگاه کردم دوباره گریه کردم. واقعا حالم بد شد. یعنی اون قسمتی که گفتن سگم مرده چون من یادم رفته بود بعد دوباره که یادم اومد اصلا نگم براتون خیلی وحشتناک بود. ولی نامزد سابق ترانه تو مصاحبه با آیدین زوارعی راجع به سگ ترانه حرف دیگه ای زد. این مینی فینالش می‌خواست حذف بشه که کارگردان مثل که به این میگه که بگو سگم مرده که الکی ذره واسه ترحم بخری ولی اصلا سگم نمرده. یعنی اون نشسته باشه صحنه دیدی. آره صحنه دیدم که به من گفتش که بازی بود. البته علیرضا حرفای دیگه‌ای هم زد. مثلا گفت یه بار سر یه موضوعی بحثمون شده بود که ترانه گفت منو تنها نذار، من بچه‌مو با تو تصور کردم و پیج اینستای ترانه رو هک میکنه. ترانه من بچه‌مو تصور کرد. نشسته بودن با هم یه خوب زده بودن. قبل برنامه‌ام قالش بود. قبل برنامه‌ام آره کلاً پتانسیل اینو داره که تو پارتی بره بزنه. تا اینستاگرام خودم هک کنم تا ببینم چه خبره. چند تا تو رابطه که بحث بین بچه‌های عشق ابدی نگار تنها کسی بود که خودش قاطی این مسئله نکرد و دلیل این کارش هم اینجوری توضیح داد. من مثل شما الان فقط نشستم و دارم نگاه میکنم تا اینکه برنامه تموم شه. اون موقع خیلی به صدا در میاد چون اون موقع همه چیز رو دیدن و سوالای قشنگی میتونن بپرسن و من همونقدر جوابای قشنگی میتونم بدم. لطفاً کانال رو سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. من مرجان هستم، مرسی که تا انتهای ویدیو همراه من بودی.